بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أو فإن أصدق الكلام كتاب الله، كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم که اینجا حضور دارید، بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. موضوع اولی ما مقدمه هست و بعد از این تحریر محل نزاع موضوع دوم است و بعد از این جهل و سبب پیدایش و تقسیمات و انواع او امروز صحبت ما هست. مقدمه این است که برادرانم و خواهران موحدم، اصل انسان توحید است. آدم علیه السلام وقتی که از جنت بیرون شدند و به دنیا گذاشته شدند، اصلشان توحید بود، فرزندانشان موحد بودند و اونها 1000 سال تا زمان نوح علیه السلام بعد از حیات آدم علیه السلام در حالت توحید همه زندگی کردند. از همین است که علما میگویند به اجماع را نقل میکنند که اصل انسان توحید است، زیرا که آدم موحد بودند، حوا موحد بودند، فرزندانشان موحد بودند و بین اونها در اصل دین هیچ مشکلی نبود و همه یگانه الله را عبادت میکردند. آدم علیه السلام 960 سال زندگی کردند، چه که حدیث صحیح به این دلالت میکند، و بعد از مرگ آدم علیه السلام 1000 سال دیگر روی دنیا در حالت توحید بود. پس بعد از این اختلاف به وجود آمد، انسان‌های رسم‌های پدرهای خود را کشیدند، احترام کردند و این انسان‌های رسم کشیده وفات کردند. فرزندهای اینها آمدند و رسم‌ها را احترام و بالاخره همین رسم‌ها را عبادت کردند و این رسم‌ها را به صورت هیکل تراشیدند و صنم خواستند و شرک به وجود آمد. اولین رسولی که به انکار شرک و دعوت به سوی توحید آمد نوح علیه السلام است. از همین جهت نوح علیه السلام را اولی رسول میگن، اولین رسول. نوح علیه السلام وقتی که آمد، این قومی که از قوم آدم علیه السلام نبیره های آدم علیه السلام بودند، نوح علیه السلام آنها را دعوت به سوی البته توحید کرد. پس بالعموم همه رسولانی که به این دنیا آمده اند دعوتشان به سوی توحید است. چه که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیت 36 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همانا به تحقیق ما فرستادیم و مبعوث کردیم در هر امت رسول را که این رسول وظیفه اش چی بود؟ ان اعبدوا الله، مردم را دعوت میکرد که یگانه الله را عبادت بکنید. و مفهوم مخالفه این آیت خیلی که در علم اصول فقه در نزد طالب علمان اهل سنت معروف است، نه در نزد اهل بدعت. مفهوم المخالفه حجت است که ان اعبدوا الله،
یگانه الله را عبادت بکنید، یعنی غیر الله را ترک بکنید تا که مسلمان بشوید. واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت یعنی از عبادت غیر الله اجتناب بکنید، خودداری بکنید و پرهیز نمایید. این دعوت همه رسولان بود، از نوح علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم و پیروان محمد صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت همین دعوت را میکنند. سوره انبیاء آیه 25 الله میگه و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. پیش از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم یگان پیامبری را، رسولی را نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم و به او گفتیم که نیست معبودی بر حق بجز من، یعنی الله خودش را بیان میکند که بجز الله یگان معبودی بر حق نیست، پس یگانه کی را عبادت کنید؟ الله را. فعبدون. این آیات ها دلالت میکند که وظیفه پیامبران، مهمترین وظیفه اشون و اساس آمدنشون و اساس فرستاده شدن تمام رسولان و کتابهایشان ان همین چیز بود: دعوت به سوی توحید، ترک نمودن شرک، کفر بالطاغوت و براءت از کفار مشرکین. از همین جهت همه پیامبران قومشان را همچنین دعوت میکردند. نوح علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید، بجز الله شما یگان دیگر الهی حقی ندارید، معبودی بر حق غیر از الله ندارید، معبودی بر حق شما الله است. هود علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید، شما دیگر اله بجز الله ندارید. صالح علیه السلام عیناً همین دعوت را کردند و گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یگانه الله را عبادت بکنید. و ابراهیم علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله واتقوه، ای قوم من یگانه الله را عبادت بکنید و از او بترسید. پس این دعوت همه پیامبران بود، دعوت به سوی کلمه لا اله الا الله و تحقیق این کلمه و تطبیق این کلمه و بارک الله فیکم انجام دادن رکنها و شرطها و طلباتهای این کلمه. این دلالت میکند که توحید اساس است. این دلالت میکند که توحید اساس است، اصل است. از همین جهت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گفتند اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرك. بزرگترین امری که الله سبحانه و تعالی بنده هایش را کرده است این توحید است و بزرگترین نهی که الله سبحانه و تعالی به واسطه همه رسولانش و همه پیامبرانش کرده است این شرک است. بارک الله فیکم. پس این همه آیات ها و حجت ها به من و شما میفهماند که هر مسلمان باید از دعوت همه رسولان با خبر باشد، باید از اصل دین که این اصل همه دین پیامبران بود با خبر باشد. این توحید و این یکتاپرستی است. چخیلی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید، حدیث صحیح امام بخاری روایت میکنند، آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ان ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الانبیاء اخوه و دینهم واحد و امهاتهم شتى. پیامبران برادر همدیگر هستند و دینشان یک است و مادرشان البته که گوناگون است، همه مادر خود را دارند، اما دین پیامبران یک دین است. دین همه پیامبران این اسلام است که همین اسلام توحید است و ترک شرک است. بدون توحید و ترک شرک و کفر بالطاغوت اسلام به وجود نمی آید. سبحان الله. پس این قرنهای زیاد، 10 قرنی که خود آدم زندگی کردند، بعد از آدم باز 10 قرن دیگر همه موحد بودند.
از زمان نوح علیه السلام شروع شد دعوت به سوی توحید و دعوت به سوی ترک شرک و بالاخره تا زمان ابراهیم علیه السلام باز 10 قرن دیگر، چلی که حدیث صحیح به این از روایت ابن عباس دلالت میکند. و این چنین بعضی از علما صحیح کردن که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که یک انسان پرسید که آدم علیه السلام آیا پیامبر بودند؟ پیامبر میگن که بله. و سوال میکند که از آدم تا نوح چقدر وقت بود؟ پیامبر میگن 10 قرون، 10 قرن. و ابن عباس میگن که در همین 10 قرن همه موحد بودند. پس دعوت همه پیامبران به سوی توحید است که ما باید همین توحید را بیاموزیم و به جا بیاوریم. بیاموزیم با حضور قلب، با سؤال دادن و با قرائت و بغیر از راه‌های آموختنی که وجود دارد. اما در همه امت از نوح علیه السلام تا امت محمد صلی الله علیه و سلم البته که یک انسان‌های بودند که خود را به امت پیامبر نسبت می‌دادند اما به شرک واقع شدند. و این چیز بود در هر یک امت بود. امت آخری پیامبران از سبب از پیامبر دور شدن به شرک واقع می‌شدند. چه که نبیرگان آدم از آدم علیه السلام دور ماندند و به شرک واقع شدند، نوح علیه السلام آمدند. و بعد از نوح اینچنین باز که زمین همه به زیر آب رفت، همه موحد شدند، اما آهسته آهسته تا زمان حضرت ابراهیم باز شرک به وجود آمد. حضرت ابراهیم آمدند، مشرکین را تکفیر کردند و موحدین را موحد گفتند. و ملت ابراهیم معروف است، سوره ممتحنه آیه 4. و بعد از ابراهیم علیه السلام دیگر پیامبران و محمد صلی الله علیه و سلم در آخر این پیامبران آمدند. خلیل الله صلی الله علیه و سلم همون امتی ابراهیم علیه السلام را که به شرک واقع شده بودند دعوت به سوی توحید کردند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امتی من هر قدری که از من دور می شود آخرش می آید همان قدر به مشکلی ها دچار می شود و پیروی از همون امتی گذشته می کند و به شرک واقع می شود. چخیلی که در حدیث صحیح آمده است که پیامبر میگن لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. حتما شما پیروی میکنید از همون امتی گذشته، وجب به وجب و ذراع به ذراع. الله المستعان. پس امروز ما میبینیم که کسای زیادی هستند که خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند، اما به همون خلافکاری که امتهای گذشته دست زده بودند اینها دست زدند. به همون خلافکاری که قوم نوح دست زده بودند و اولیا و صالحین خود را عبادت کردند، امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم را که خود را انسان‌هایی که به امت نسبت میدهند عیناً همون فعل مشرکین قریش را انجام میدهند. عیناً همون فعل مشرکین نوح زمان نوح علیه السلام را انجام میدهند. اونها هیکل را عبادت میکردند و آدم‌های صالح خود را مثل هیکل میتراشیدند. اما امروزه انسان‌هایی که خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند اینها فقط قبر میپرستند. اما نتیجه همون است که اینها هم آدم صالح میپرستند، اونها هم آدمی صالح میپرستند. این یک مقدمه هست و این مبارزه هست. شما فهمیدید که از اول این دنیا تا امروز مبارزه وجود دارد. مبارزه حق و باطل، مبارزه لشکر توحید و لشکر شرک. کسانی که پیروی از فرموده های الله میکنند و کسانی که فرموده شیطان را پیروی میکنند. و بالاخره شیطان نقشه خود را، شاگردان خود را و البته مشرکین را به بین امت محمد صلی الله علیه و سلم به هر واسطه انداخت. و این از سنت الهی بود که البته که وجود دارد. اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این است که مختصرا پیش از به موضوع دوم داخل شدن میگویم چی خیلی که همه پیامبران آمدند و مشرکین زمان خود را مشرک گفتند و دعوت به سوی توحید کردند، وظیفه ما هم مشرک را مشرک
دانسته است و مشرک را مشرک گفتن است. بارک الله فیکم. زیرا که کسی که شرک اکبر را انجام میدهد و کفر اکبر را انجام میدهد و این شرک اکبر و کفر اکبرش ظاهر است، این مسلمان نیست. بارک الله فیکم. پس موضوع دوم ما تحریر محل نزاع است. اینجا شما میفهمید که چرا ما به این موضوع داریم صحبت میکنیم. امروز هم هستند کسایی که خود را وانمود میکنند و میگویند که ما در منهج سلف صالح هستیم. حتی خود را نترسیده سلفی هم میگویند و بعضشون اهل سنت و الجماعت میگویند، پیروی از سلف داریم میگویند، اما جهل را مطلقاً عذر میدانند. مطلقاً هم در مسائل ظاهر شرک اکبر و کفر اکبر و هم در دیگر مسائل. وقتی که در مسائل ظاهر شرک اکبر و کفر اکبر جهل را عذر دانستند، این دلالت میکند که جهل را مطلقاً عذر میدانند. و امروزه مشرکین را میگن که مسلمان است. اگر مسلمان باشد پس موحد است. پس اینها دعوا دارند که اگر موحد مسلمان باشد در ملت ابراهیم علیه السلام است. والعیاذ بالله. از همین جهت کشمکش ها بین حق و باطل به وجود آمد و این البته خیر است و سبب تحقیق نمودن شما و سبب فهمیدن حق می شود. اما بیایید مسئله را تحریر بکنیم. تحریر محل النزاع. محل نزاع را از محل اجماع یا که از محل اتفاق جدا بکنیم. محل بارک الله فیکم اتفاق و اختلاف را ذکر بکنیم. اولا که جمله تحریر محل النزاع، تحریر کردن محل نزاع چی معنی دارد؟ معنیش والله اعلم شاید مخالفین از این جمله که خودشون بسیار استفاده میبرند به خبر هستند، با یک چند طریق بیان میکنیم که ذکر الامور المتفق علیها عند الجميع ثم الامور المختلف فيها. علما میگن ذکر کردن اون مسائلی که بین ما اتفاق است، اختلاف نداریم، و بعد از این بیان کردن همون مکانی که در اونجا اختلاف داریم. یا که علمای دیگر میگن که تحریر و محل النزاع معناش این است که تعیین کردن جای معین اختلاف در بین دو طرف. ما کسانی که جهل را در شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر عذر نمیدانیم و کسانی که جهل را مطلقاً عذر میدانند، وجه اختلاف کجا است؟ بارک الله فیکم. انا همین رو تحریر و محل النزاع میگم. ما حالا به شما بیان میکنیم که ما در کجا اختلاف داریم و نزاع داریم. بارک الله فیکم. اولا ما با مخالفین و عاذری ها، کسانی که جهل را عذر میدانند، اتفاق میکنیم که کفار، یهود، نصارا، بودیست، مجوس، کفار اصلی اینها کافر هستند و مشرک هستند. اما با بعضی اینها و مانند مدخلی ها اختلاف هم داریم. با بعضی از حزبی ها و مدخلی ها در مسئله تکفیر عین کفار اصلی هم اختلاف داریم، زیرا بعضی از علمای مرجئه الغلات حتی تکفیر عین یک شخص معین نصرانی را، البته که بگن که این خوارجی هست، میگن تکفیر کردن عین یک شخص نصرانی و یهودی رو هم انکار کردن. چخیلی که یک از علمای اینها طلعت و زهران ذکر میکنند. اما با این مخالفانی که در افغانستان وجود دارند، اینها میگن که بالاخره یهود و نصارا و کسانی که در ملت اسلام نیستند کافر هستند. ما اتفاق داریم، ما هم و اونها هم کافرهای اصلی را کافر میدانیم. و این چنین اتفاق میکنیم که هر یک عملهای شرکی که وجود دارد، به مانند سجده کردن به غیر الله، به مانند طواف کردن در گرد قبر، به مانند حکم کردن به حکم غیر الله، این شرک است و کفر است. به مانند دشنام دادن الله، استهزاء کردن دین، دشنام دادن رسول الله، اتفاق میکنیم ما و عاذری ها که این عمل شرک است. و این چنین اتفاق میکنیم که
هر کسی که دیده و دانسته علم برایش رسیده، یگان تعلیم گرفته، قرآن سنت را میداند و میفهمد، بعد از فهمیدن باز شرک و کفر اکبر را انجام میدهد، این مشرک است، این کافر است و قیام حجت به این شرط نیست. مخالفان به همین والله اعلم چی دارند؟ قائل هستند کسی که علم دارد و شرک را میکند کافر است، حجت به قیام حجت نیست. حالا که قیام حجت را خطا فهمیدن که بیان میگن و این چنین اتفاق میکنیم ما و عازری ها که جهل موانع از موانع تکفیر است. شما خوب دقت بدید برادران و خواهران موحدم که امروز اهل بدعت آمدند به ما اتهام میبندند و میگویند که طائفه مقابل، یعنی ما مثلا ابو محمد مدنی یا که شیخ ابو عمر یا که دیگر از طالب علمان و علمای اهل سنت، میگن که اینها جهل را اصلا موانع تکفیر نمیدانند. میگن البته ما میگیم که این بهتان است و این تهمت است و این سخن کردن از طرف مقابل به علمانه است، بلکه ما میگوییم و این اجماع همه علمای سلف و خلف است که جهل موانع از موانع تکفیر است، یکی از موانع تکفیر است. اما خوب درک بکنید وقتی که موانع از موانع تکفیر شد، معناش این نیست که جهل در همه جا مطلقاً موانع است، بلکه تفصیلات وجود دارد، تقسیمات وجود دارد که ما این را هم بیان میکنیم. پس بالاخره ما اتفاق میکنیم هم عازری ها و هم ما که جهل یکی از موانع تکفیر است. اما اختلاف شروع می شود. اختلاف میکنیم به اینکه یک انسانی که خود را به اسلام نسبت میدهد منتسب هست، وقتی که به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر نه خفی نه احکام نه فرو، بلکه به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر واقع شد از سبب جهل یا تقلید یا که تعویل، آیا این انسان مشرک و کافر گفته می شود یا نمی شود؟ البته که انا همینجا اختلاف بین ما و عازری ها شروع می شود. ما میگویم که اینها مشرک است، اسم داده می شود، آنها میگن که نه این مشرک نیست، این مسلمان است. انا این است اختلافی محل اختلاف. حالا که ما اتفاق میکنیم ما و عازری ها که خون انسان ها حرام است، مال اینها حرام است و ما بدون قیام حجت کسی را جهنمی گفته نمیتوانیم، چخیلی که الله گفت و ما كنا معذبین حتی نبعث رسوله، هیچ کسی را جهنمی گفته نمیتوانیم تا اینکه به او رسول یعنی حجت قائم بشود. این هم اتفاق بین طرفین است که ما بدون حجت کسی را جهنمی گفته نمیتوانیم. محل اختلاف ما بین عازری ها و ما این است که کسی که شرک اکبر را که ظاهر است و کفر اکبر را که ظاهر است، مثالش چیست؟ کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر، سجده کردن به غیر الله، در قرآن ظاهر است یا نیست؟ ظاهر است. الله سبحانه و تعالی 20 نمود و با صدها دلیل بیان کرد که سجده به غیر الله نکنید، عبادت غیر الله را نکنید. قل ان صلاتي ونسكي ومحبتي لله رب العالمين یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیر و غیره. پس ظاهر است. هر کسی که قرآن رو خوند کمی فهمید میفهم که سجده به غیر الله نیست و این از رکن لا اله الا الله هست که کسی که لا اله الا الله گفت و معنیش رو فهمید باید فهمد که غیر الله را عبادت کردن درست نیست. این مسئله مسئله ظاهر است. مسئله شرک اکبر خفی نیست. در شرک اکبر خفی جهل عذر است. ما ظاهر را داریم صحبت میکنیم. در مسئله ظاهر ما میگوییم که کسی که واقع شد به شرک اکبر ظاهر اگرچه جاهل باشد به او اسم داده می شود، این انسان را مشرک گفته می شود، کافر گفته می شود. اگر در حقیقت در یک جایی باشد که به او حجت اصلا نرسیده باشد، در بالای کوه، در درون غار که نه وسایل این اینترنت و هیچ چیزی وجود ندارد، عربی را بلد نیست، یک کسی پرسیدنی ندارد، نیت و قصد خوب دارد، این انسان را ما میگیم که مشرک است، کافر است اگر شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر را انجام داده باشد، اما مالش و خونش حرام است و در روز قیامت الله این انسان را عذاب نمیدهد، بلکه این انسان با اهل فترات امتحان کرده میشد. چخیلی که اجماع اهل سنت است که با اهل فتره اجماع میشود، یعنی اجماع هست که اهل فتره چی میشوند؟
امتحان می شود. پس مقابلی ما میگن که نه، هر کسی که شرک اکبر را و کفر اکبر را از سبب جهل یا که تعویل یا که تقلید به عالم پیشوایش انجام بدهد، این انسان را مسلمان گفته می شود. یک غلطی بزرگ در اصل دین. و بعد از این میگن که به اون باید حجت رسانیده شود، دومین خطاگی بزرگ. و بعد از این میگن که حجت را عالم باید رساند، سومین خطاگی بزرگ. که همه این سخنها سخنهای مرجئه های غلات است، نه مرجئه فقها بلکه غلات. بارک الله فیکم. زیرا که همه این سخنها در منهج اهل سنت و جماعت وجود ندارد. انا همین را میگن تحریر محل نزاع. حالا فکر میکنم برادران و خواهران موحدم شما درک کردید که در کجا اختلاف است. اختلاف در مسئله شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر. اگر یک آدم جاهل واقع بشود، ما میگیم مشرک است، در روز قیامت عذاب داده نمی شود و خون مالش هم حرام است، حاجت به قیام حجت است. اما طرف مقابل میگویند که اینها مسلمان هستند و موحد هستند و معنای سخنشون همین است. تلازم المذهب، ملزم المذهبشون همین است که در ملت ابراهیم هستند و کفر بالطاغوت هم دارند. انا همین است جای اختلاف. و این چنین اختلاف دومی که ما با اونها داریم در تکفیر معین. اینها میگن تکفیر معین وجود ندارد مگرم بعد از قیام حجت. بدون قیام حجت اسم شرک به کسی داده نمیشد. و همین دو مسئله هست که ما روزهای آینده و امروز به بالای همین مسئله صحبت خواهیم کرد. محل خلافی که جهل آیا در شرک اکبر و کفر اکبر عذر هست، در تکفیر اسم ما میگیم که در تکفیر اسم جهل عذر نیست، اما در خون مالش جهل عذر است، در عذاب ندادنش جهل عذر است. بارک الله فیکم. شیخ مدنی جزاک الله خیر. باز همو رفرنس همو آدرس رو هم باز برای دوستا بگوین که از کدام کتاب هست که اونجا مراجعه بکنن. وقتی که شما چیز میارین بالا فقط بعضی وقت سیاه میشه، من میدانم که مشکل داره چیز شما، بازم کوشش بکنم ان شاء الله. الان برای شما می نماید این کتاب آمده؟ بله الان میاد. تمام ان شاء الله. در باب جهل همه این مصدرها رو البته بیان میکنم ان شاء الله. جزاک الله خیر. جزاک الله. پس این تحریر محل نزاع بود. تحریر محل نزاع یعنی ما مکان اختلاف را از مکان اتفاق جدا کردیم. ما در کجا با اونها اتفاق هستیم و در کجا اختلاف داریم. و من بار دیگر میخواهم به برادران تاکید بکنم که ما اهل سنت و الجماعت جهل را، عذر بودن جهل را مطلقاً انکار نمیکنیم و جهل یکی از موانع التکفیر بودن را هم انکار نمیکنیم، بلکه جهل تفسیرات خود را دارد. اما شروع میکنیم بیاید به موضوع جهل. اولا جهل چیست؟ نظر بکنید به تمام کتب لغت عربی، لسان العرب یا که مجمع المعانی الجامع یا که دیگر از کتاب‌های فیروزآبادی، کتاب یک از علمای اهل سنت که اهل لغت هستند، ببینید که میگن جهل چیست. جهل میگن عدم العلم، نبودن علم را جهل میگویند و جهل ضد علم است. خیلی که در زیر آیات هایی که لا یعلمون لا یفقهون یا که سوره کهف آیه 103-4 در زیرش در تفسیر اضواء البیان امام یکی از علامه های اهل سنت و الجماعت محمد امین الشنقیطی بیان کردند و این چنین ابن جریر الطبری وفات کننده 310 هجری یکی از ملحقات سلف صالح هستند، تفسیر بهترین، و ابن کثیر، همه علما میگن که جهل ضد علم است. همین جهلی که در بالش اختلاف میشد باید بدونیم که چی است. جهل ضد علم است، یعنی جهل ندانستن است، نبودن معلومات است. البته جهل این مصدر است، ریشه است، فعلش جهل یجهل، جهلا جهاله، جاهل فاعل، مجهول مفعول. و همین جهل بارک الله فیکم در قرآن زیاد ذکر شده است. خیلی که حالا در صفحه میبینید دلیل هایی که جهل رو ذکر میکنه، کفر جهل رو بیان میکنه.
در سوره الزخرف وقتی 37 الله میگه و انهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. آنها باز می داشتند مؤمنین را از راه حق، راه درست، و باز میپنداشتند، گمان میکردند که آنها هدایت یافتگانند. از سبب چی؟ از سبب جهل. این جهل مرکب است. خیلی که همه علما بیان میکنند که جهل دو نمود است، جهل بسیط و جهل مرکب. علی بن خضر هم در کتاب قواعد و اصول فی الجهل ذکر میکنند، یا که جهل و التباس الحل هم ذکر میکنند و بیان میکنند که جهل البسیط جهلی که نبودن علم است. یک نمود جهل است که انسان نمیداند و خودش میداند که نمیداند، علم ندارد و با خبر است و اقرار میکند که علم ندارد. این جهل بسیط است. اما جهل مرکب این جهل است که انسان نمیداند و از جاهل بودنش هم بیخبر است و فکر میکند که میداند. انسان جاهل فکر میکند که عالم است. این رو میگن جهل مرکب. امروزه مشرکین اکثرشان جاهل مرکب هستند. زیرا که جهل مرکب چیست؟ جهل مرکب یک چیزی را به غیر حقیقتش فهمیدن است. جهل مرکب یک چیزی را الاعتقاد الجازم بما لا يتفق مع الحقيقه، اعتقاد جازم کردن به همان چیزی که موافق حقیقت نیست، مخالف حقیقت است. چخیلی که امروز مشرک ها اعتقاد جازم دارند که همون شرکشون عبادت است. پس این جهل مرکب است، زیرا که همین فکر اندیشه ای که دارند مخالف حقیقت است. این جهل مرکب است. این رو میگن جهل. بارک الله فیکم. پس جهل ندانستن و ضد علم است. اما اینجا نقطه رو ذکر بکنم. طرف مقابل از اهل بدعت اینها خطا رو جهل میگویند. جهل رو حتی نفهمیدند معنای جهل چی است و خطا رو به معنای جهل استفاده میبرند. ما میگوییم که الکلمات یعرف بضده. یک کلمه یعرف بضده، به ضدش فهمیده میشود. جهل را ما چگونه میفهمیم؟ ضد جهل علم است. پس جهل ندانستن است، ضدش علم است. خطا ضد علم نیست، خطا ضد قصد است. خطا هیچگاه به جهل در یک جا یا مرادف جهل نآمده است، هم معنای جهل نیست. خطا ضد قصد است. خطا نبودن قصد است. یک چیز را میدانید اما از سبب قصد نکردن بدون خواست شما سبقت اللسان یا از سبب قصد نبودن به وجود می آید. این خطا است و این عذر است. خطایی که نبودن قصد است، این البته که چی است؟ عذر است. قصد یعنی قصد نکردن یک فعل. یک انسان یک عملی رو انجام میداد اما قصد انجام همون عمل رو نداشت، این رو خطا میگوییم. یک انسان نخواسته فکر میکند که به قبله به الله یگانه سجده کرده ایستاده است، اما به سوی قبر سجده میکند و نمیداند که اینجا قبری هست. این رو میگیم خطا، زیرا که قبر رو نفهمید. بارک الله فیکم. اما کسی که از خانه اش بیرون می شود و قصد دارد که الان می روم به سر قبر فلان اولیای، این قصد فعل کرد، این خطا نکرده است، این جاهل است، به حکم همون عمل قصد فعل رو دارد. بارک الله فیکم. پس اینجا به شما بیان میکنیم و یکی از سخنهای علی بن خضیر الخدیر رو میخونیم که شیخ میگوید اولا ببینید در باب جهل رو خوب فهمیدن، زیرا مسائل ما باید آشکارتر بشود. اولا النواقض والمكفرات على قسمين. شکننده های اسلام و عمل های مکفرات یا اعتقادا یا شکن یا قولا چیزهای مکفرات به دو قسم تقسیم میشه. الاول ما يعذر فيه الجاهل ولا يكفر حتى تقوم الحجة عليه. اول عمل هایی که مکفر است، عمل هایی که جهل در اینجا عذر است و انسانی که به همون عمل مکفر واقع شد تکفیر کرده نمی شود تا همون زمانی که حجت به او قائم نشود. ببینید ما قبول داریم. به مانند چی؟ مثل انکار صفه، انکار کردن صفت من صفات الله
از صفات الله. زیرا که یک صفتی که از بارک الله فیکم اصول دین نباشد به این کارش انسان کفر نمیشد، بلکه این جهل در اینجا چی است؟ عذر است. عن جهل، اگر از جهل باشد. و استحلال ما حرم الله و انکار فریضه و نحو ذلك، یا که حلال کردن یک چیزی حرام که الله حرام کرده است، یا که انکار کردن یک فریضه که الله فرض کرده است، اگر به انسان حجت نرسیده باشد، در حقیقت جاهل باشد، حرام را حلال یا که بعض از فریضه را انکار بکند، یک بار تکفیر کرده نمی شود، بلکه جهلش عذر است، به حجت رسانده می شود. این یک نمود شکننده است که بعد از قیام حجت تکفیر کرده می شود و بعد از قیام حجت این انسان از دایره اسلام بیرون می شود. اما دومین نمود شکننده های اسلام وجود دارد. ما لا یعذر فیه الجاهل، او شکننده های اسلامی که در اون جاهل معذور نیست. و هو الشرک بالله و ما فی حکمه و هو محل البحث. انا اینجا محل بحث است. این شرک به الله است و اون چیزی که به حکم امین، یعنی شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر. در این مسئله یا در این موضوع جهل عذر نیست و هر کسی که واقع می شود اسم را می گیرد. هر کسی که به شرک واقع شد مشرک است. هر کسی که به کفر واضح و آشکار واقع شد به مانند دشنام دادن الله رسول، به مانند استهزاء، کفر است. یا کسی که حکم به حکم غیر الله کرد کافر است، یا که قانون برآورد کافر است. چهلی که بین آیات ها و در آینده حجت ها رو بیان میکنیم. پس ما باید بدانیم که جهل به چند چیز میتواند عذر باشد. وقتی که ما جهل رو میگوییم که این عذر است یا نیست، ما باید بدانیم که جهل به چند چیز میتواند که عذر باشد یا نباشد. عذر گفته می شود جهل رو، یا جهل میتواند عذر باشد به سه چیز. چهلی که شیخ علی بن خضر فضل میگوید العذر فی العذاب یوم القیامة و هذا اذا لم یفرط طلب العلم. یعنی عذر در عذاب روز قیامت. جهل عذر است، بله کسی که در حقیقت به اهمیتی نکرده باشد، در طلب علم کفت و کو کرده باشد، اما حق را نیافته باشد، در روز قیامت الله این انسان را عذاب نمیدهد، بلکه همون جاهل بودنش عذر است. و این کفر را کفر التعذیب گفته میشد و هذا یسمى بکفر التعذیب، و این را گفته میشد کفر التعذیب و هو لابد فيه من قیام الحجة على المعدد. و در این حالت ضرور است که قیام حجت کرده شود. یعنی در روز قیامت یک انسانی که در حقیقت جاهل باشد، حرکت کرده باشد که حق را بفهمد اما حق به او نرسیده باشد، این انسان را الله به جهنم نمی اندازد، چرا که جهلش برای او عذر است. حتی اگر این کافر اصلی باشد، حتی این در درون یک جنگل بدون دین زندگی کرده اما حق را میخواست که بفهمد، در این دنیا کافر است، مشرک است. یا یک کسی که خود را مسلمان گفته اما در بالای کوه زندگی کرده، اینترنت ندارد، معلم ندارد، حرکت میکند که بفهمد، کوشش کرد نتوانست، این انسان در این دنیا مشرک است، کافر است. زیرا که در این دنیا ما نظر میکنیم به حکم ظاهر، چهلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 92 بیان کرد، یا که حضرت عمر گفتند، یا که پیامبر گفتند که ما به ظاهر حکم میکنیم. حدیث اسامه معروف است که در آینده بیان میکنیم مسئله ظاهر حکم کردن. ما نظر میکنیم به ظاهر انسان، شرک اکبر را کرد مشرک است، اما در روز قیامت این انسان را عذاب الله سبحانه و تعالی نمیدهد، زیرا که این معذور است، جاهل است. سوره اسراء آیت 15 حجت است که جهل در روز قیامت عذر است. الله میگوید و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اینکه به او حجت نرسد، یعنی رسول نرسد، معناش حجت نرسد. کسی که کافر است، مشرک است، اگر به او حجت نرسیده باشد در روز قیامت او معذور است. سوره نساء 65 هم به این دلالت میکند که جهل حقیقی در روز قیامت عذر است. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. رسول ها را مبشر، بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا که در روز قیامت انسان ها به الله حجت آورده نتوانند. یعنی روز قیامت الله نمیخواهد که مردم بگویند که ما نفهمیدیم و ندانستیم، به همین خاطر حجت رسانیده می شود، دعوتگران دعوت میکنند. اما در روز قیامت یک طایفه بیاید
از مشرکین که در این دنیا مشرک بود به الله بگوید که به ما دعوتگری نرسید، الله اینها رو امتحان میکند، با حجت میرسند. سوره ملک 8 آیه 9: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. کسایی که به جهنم در آمدند عذاب میکشند، ببینید به اینها در دنیا بیم رسیده بود، یعنی قرآن و سنت یا که سخن حق رسیده بود اما بی اهمیتی کردند یا که قبول نکردند، از همین جهت به جهنم در روز قیامت هم در آمد. کسی که علم رسیده باشد، دیده و دانسته شرک را کند، پس در این دنیا و آخرت هم کافر است، هم در این دنیا و هم در آخرت مشرک و کافر و در آخرت جهنمی است. اما کسی که از سبب جهل حقیقی شرک را نکرده انجام داده باشد، در این دنیا مشرک است اما در آخرت او امتحان میشد. کسی که به او قرآن و سنت نرسیده باشد، کسی که او امروز اینترنت استفاده برده نتواند، اما امروز انسان هایی که خود را مسلمان میگویند، دعوت علما را شنیدند، شب و روز دعوت را میشنوند و انکار میکنند، اینترنت را استفاده خوب میبرند، همه چیز را تعلیم گرفتند به جز توحید، اینها هم در این دنیا و هم در آخرت اینها مشرکند و اینها البته که در آخرت هم جهنمی اند. امروز مشرکا به همهشان حجت رسیده است. آیا در افغانستان یگان مشرکی هست که او از سلفی بیخبر باشد؟ وقتی که توحید میگید شما را انکار میکنه، میگه سلفی است. تمام رسید حجت. و البته حجت رسیدن در نزد ما و در نزد مرجئه های غلات فرق دارد که در آینده بیان میکنیم. این اولین عذر است. پس جهل در روز قیامت اگر انسان جاهل باشد عذر است، جهل به عذاب عذر است. اما دومین نمود جهلی که عذر است، جهل عذر است در مسئله قتال در دنیا. ما در این دنیا یک انسان را که دیدیم که شرک اکبر را کرد، در دولت اسلامی است، شرک اکبر را انجام داد، از پیش خودم و یک باره او را به قتل رسانیده نمیتوانیم، پول مال او را کشیده گرفته نمیتوانیم، بلکه این حجت رسانیده می شود و 3 روز استتابه کرده می شود و بعد از این به قتل رسانیده می شود، زیرا که جاهل بودنش منع می کند که این انسان را خونش ریزانیده شود یا که پول مالش کشیده گرفته شود. از همین جهت اجماع هست در زمان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، وقتی که علی را اله گفتند، غلو کردند و الهش خواندند، علی رضی الله عنه در همون روز قتل نکرد، بلکه اول همشون را مشرک گفت. خوب دقت بدید، این یکی از اجماع های صحابه است که انسان جاهل هم مشرک است. علی رضی الله عنه همشون را مشرک گفت، زیرا که در بینشون 4-5 نفر علم داشته بودند، باقی مانده زن و مرد همه جاهل بودند، نه خونده میتونن نه نوشته، فقط مقلدی همون پیشواشون بودند. علی و صحابگان رضی الله عنهم این قوم را یک بار مشرک گفتند، تکفیر کردند، اما قتل نکردند. اول اونها را 3 روز استتابه دعوت به توبه کردند. بعد از اینکه قبول نکردند، دعوت را توبه نکردند، بعد به آتش او شعله‌وری که علی آماده کرده بود به آتش انداختند و اونها را سوزانیدند. ببینید، اول حجت رساندند، بعد به قتل رساندند، اما اسم شرک داده شد. عذر در تکفیر. سومین نمود جهل، بگیم جهل در عذاب عذر است، جهل در قتل در این دنیا و در پول مال عذر است، و سومین جایی که جهل عذر است، جهل در تکفیر است. بله، در جهل در تکفیری واقع شده به شرک، آیا در اسم آیا جهل می تواند که عذر باشد؟ در مسئله فقط شرک اکبری ظاهر، کفر اکبری ظاهر، جهل در اینجا نمی تواند که عذر باشد، جهل در اینجا عذر نیست. اما در مسائل کفر خفی و شرک اکبری خفی جهل عذر است. مثلا انتخابات را علما میگن که انتخاباتی که امروز در دولت‌های دموکراتی برگزار می‌گردد، با انتخاب رئیسی که حکم به غیر الله میکند یا که انتخاب یک دستور قانونی، میگن که این انتخابات شرک اکبر است. بالعموم ما میگیم که کسی که میرود مشرک است، اما در تکفیر عین انسان‌ها را تفصیل میکنیم. انسان‌هایی که قدرت دانستن دارد و دیده و دانسته میرود، اینها مشرک هستند. و کسایی که قدرت نداشت، نمیفهمید، اینترنت ها رو نفهمید، سخن علما رو نفهمید، و اینها البته که جهل عذر است، زیرا که این مسئله شرک خفی است. بارك الله فيكم. العذر في تكفير الواقع في شرك وإجراء لاسم الكفر التكفير وأحكام الكفر من التناكي والإرث والصلاة عليه، وهذا المراد بالمسألة هنا. أنا همين مسألة است. در دوام الشيخ میگن وحكم الله ورسوله أن الواقع في الشرك يحكم بكفره
ويسمى مشركا كافرا بمجرد فعل الشرك ولا يعذر بجهله، ولا ينفع ادعاء صاحبه الإسلام والإيمان وتلفظه بالشهادتين وصلاته وعبادته، وهذا محل إجماع. خوب دقت بدید. الله حکم کرده است و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم حکم کردند که هر کسی که واقع به شرک اکبر و کفر اکبر می شود، این رو حکم کرده می شود به کفرش، یعنی یسمى مشرکا کافرا، نامگذاری کرده می شود که این مشرک است و کافر است به مجرد فعل شرک و کفر اکبر. و جهل را در اینجا عذر گفته نمی شود. در مسئله تکفیر اسم جهل در شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر عذر نیست. و همون دعوایی که میکند که این مشرک من اسلام دارم و ایمان دارم و شهادتن رو تلفظ میکند و نماز میخواند و عبادت میکند، به او فایده ندارد و این مسئله یا این محلی اجماع است. ولی اجماع است، زیرا که ما اجماع در آینده در حجت آوردنمون اجماع حضرت بارک الله فیکم ابو بکر صدیق رو در تکفیر کردن موانع الزکات جاهل ها رو هم تکفیر کردند. در مسئله مسیلمه کذاب وقتی که جاهل های زیاد، هزارها جاهل که نه خونده نه ننوشته، فقط به شوهرشون به رئیسشون تقلید کردند و مسیلمه کذاب رو شریک در نبوت پیامبر دانستند، صحابه تکفیر کردند. و بعد از این اجماع صحابگان از علی رضی الله عنه، این سه اجماع صحابگان است. و بعد از این اجماع تابعین و تبع تابعین و 4 مذهب رو در حلقه های آینده ما بیان میکنیم. مقصد ما در این حلقه چی است؟ جهل رو خوب بشناسید. جهل میتواند عذر در روز قیامت در مسئله عذاب باشد و جهل میتواند عذر باشد در مسئله قتل و حلال کردن یا حرام بودن پول مال یک انسان، و جهل میتواند در اسم باشد. از همین جهت بارک الله فیکم سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه رو در آینده به شما بیان میکنیم که در بین اسم و در بین تکفیر معذب جدا کردن که محلش حالا اینجا نیست. اما مرجئه ها کفر جهل رو یا کسی که به شرک از سبب جهل واقع میشد این مشرک گفتنش رو انکار کردن. این مرجئه است، زیرا که یک کفر هم وجود دارد، کفر جهل. بارک الله فیکم. پس ببینید که جهل در چند جا میتواند عذر باشد. اما اسباب جهل به کدام سبب ها به وجود آمده است؟ اگر این رو خوب فهمید میفهمید که کدام جهل عذر است و کدام جهل عذر نیست در روز قیامت، نه در این دنیا. در این دنیا در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست و اسم. اما در روز قیامت کدام نمود جهل عذر است؟ همه نمود جهل عذر نیست. یکم نمود جهلی که از سبب عجز و ناتوانایی به وجود آمده باشد، یعنی غیر متمکن باشد. انسان جاهل حرکت میکند، کوشش میکند که حق را فهمد و به حق برسد و علم آموزد، اما نمیتواند. با وجود همه حرکتش، با وجود همه کوششش به حق نمیرسد و جاهل میماند و شرک اکبر کفر اکبر را انجام میدهد. این مشرک است در این دنیا، اما در روز آخرت این انسان را چه خیلی که حجت ها رو بیان کردیم الله عذاب نمیدهد، زیرا که این حرکت کرد اما نتوانست. دومین نمود جهل است که التفریط و عدم الاهتمام والمبالات والحرص. کسی که تفریط میکند، به اهمیتی میکند و اهتمام به این موضوع نمیدهد، به موضوع توحید کفت و کاو نمیکند و کوشش نمیکند. این رو اعراض هم علما میگن، خیلی که ابن القیم الجوزی ذکر کرده. این انسان هم چی میشود؟ در این دنیا مشرک است، در آخرت هم جهنمی است، به خاطر اینکه در این دنیا امکانیت داشت که او حق را بفهمد. برای او فرض بود که حق را بفهمد اما نفهمید و همین را علما اعراض میگن و همین را بعضی از علما کبر و تکذیب هم میگن، یعنی سرکشی هم میگن. از همین جهت بارک الله فیکم ابن القیم الجوزی رحمه الله در این باره صحبت زیبایی را در کتاب نونه‌اش هم به بیت و در غیر این کتاب‌هاش ذکر کرده است. در کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 صفحه 445 طبعه از طبعه البته فرق میکند، البته که بیان میکند که میگوید فهؤلاء ان لم يكن كافرا معاندا فهم
کفار جهل یا که کافر و جاهل. اگر کافر معاند نباشد، کافری که دیده و دانسته شرک را انجام نداده، کفر را انجام نداده باشد هم، پس این کافر جاهل است. پس کافر جاهل وجود دارد. اما در نزد مرجعه ها فقط کافر همون کسی هست که معاند باشد، یعنی کسی که علم دارد و بعد از علم داشتنش اگر شرک اکبر کفر اکبر رو کند، انا این رو میگویند کافر. اما اهل سنت و جماعت میگن در مسئله اصول دین کسی که علم ندارد، جاهل است، شرک رو و کفر اکبر رو انجام داد، این آدم کافر است و مشرک است. بارک الله فیکم. اما حالا میگذاریم، کمی طولانی شد موضوع ما که حالا میخوام به شما بیان بکنم که انا همین شبهه بارک الله فیکم عذر به جهل کی به وجود آمده است، کدام وقت شروع شد این بدعت؟ زیرا که اجماع وجود دارد در زمان صحابگان که در مسئله اصول دین جاهل را اسم تکفیر اسم میدادند و اول حجت میرسوندند و بعد از این قتل میکردند. اول مشرک میگفتند و بعد از این حجت میرسوندند و بعد از این قتل میکردند. اما بالاخره روزی شد که جهل را همچون عذر در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر دانستند. در اینجا یکی از شیخای اهل سنت و الجماعت، شیخ بارک الله فیکم صاحب کتاب الإيضاح والتبيين في حكم عذر المشركين بالجهل، تعلیف عبدالمجید خان سندی، خریج جامعه اسلامی مدینه منوره، تاریخ پیدایش شرک را ذکر میکنند. ببینید میگویند بدعت العذر بالجهل في الشرك الاكبر، بدعت عذر بجهل در شرک اکبر کی به وجود آمد؟ اعلم رحمك الله ان اصل هذه البدعه هو قول الجاحظ اخزاه الله. بدان الله تو را رحمت کند ای مؤمن، ای مسلمان، الله تو را رحمت کند، بدان که همانا اصل این بدعت عذر بجهل این سخنی جاحظ است. الله خارش بکند که همین جاحظ گفت ان مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. هر کسی که مخالف ملت اسلام باشد، وقتی که به اسلام نظر کرد یا که به حق نظر کرد اما از سبب جهل نتوانست که حق را درک بکند، بفهمد، جاهلی غلبه کرد و حق را فهمیده نتوانست، پس این گفتن معذور است، غیر آثم، گناهکار نیست. این سخنی کی بود است؟ جاحظ. از قاعده جاحظ مانده هم به یهود و نصارا بود. جاحظ گفت که همون کودک هایی که به سن بلاغت نو رسیده از یهود و نصارا و زنهای یهود و نصارا و جاهل هایش، اینها اسلام را دیدند اما خوب فهمیده نتوانستند، همه‌اش معذور هستند. پس من باب اولا مسلمان ها را هم گفت هر مسلمانی که حق را خوب نفهمید و به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد، این انسان حرکت کرده نفهمیده باشد هم این معذور است، گناهکار نیست. اولین کسی که این سخن را در زمان سلف گفت جاحظ است. البته شیخ میگوید که وقد رد علیه العلماء وفندوا بدعته بکلام صریح. سلف این امت به این جاحظ علمای سلف رد زدند به سخنهای صریح. حتی علما اجماع را نقل میکنند که جاحظ را تکفیر کردند. چه که الان سخن قاضی عیاض رحمه الله، یکی از امام های مالکی که ذکر میکنیم در کتاب شفاش ذکر کرده است، میگه وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامه في أن كثيرا من العامة والنساء والولى والمقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إن لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنهي في كتاب التفرق وقال هذا كله كافر بالإجماع.
یعنی این سخن که از سخن جاهیز و سمامه است که گفتند عامه زنها و کسایی که جاهل هستند و مقلد هستند، نصارا، یهود و غیرشون که یعنی مسلمان ها و کسی نباشد که اینا به شرک و کفر واقع هستند، و اینها حجت الله نرسیده است و اینها به این عملشون هیچ گناهکار نیست. سبحان الله. در دوام سخن آخر میگن که ببینید اینجا خط کشیده است که میگن هر کسی که همین سخن رو میگه کافر است به اجماع. بالإجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقع في تكفيرهم أو شك. يعني بإجماع كفر است، زیرا که این تکفیر نکرده است کسی را که الله رسول تکفیر کرده است، توقف کرده است در تکفیر یهود و نصارا و در تکفیر کسی که فارق یعنی جدا شده است از دین اسلام، یعنی به دین یهودیت رفت یا به دین نصرانی یا به دین مشرکین. قبر پرستی هم یک دین است، به دین مشرکین رفت یا توقف کرد. پس بارک الله فیکم، اولین کسی که جهل رو این عذر است گفت، هم به مسلمان ها و هم به غیر مسلمان ها. وقتی که به غیر مسلمان ها گفت من باب اولا به مسلمان ها هم این جاهز بود. خیلی که در کتاب الشفاء قاضی عیاض مجله دوم صفحه 281 ذکر میکنه. و ابن قدامه المقدسی صاحب کتاب مغنی رحمه الله میگن که اما الذي ذهب الیه جاحظ، اما اون چیزی که جاهز گفت یعنی جهل رو عذر دانست در مسئله معرفت الله، فباطل یقینا و کفر بالله تعالی، این یقینا باطل است و کفر به الله تعالی است. و رد علیه و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، این رد کردن به الله و رد کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که کسی میگه که جهل مطلقاً عذر است در همه جای دین، کسی که فهمیده نتوانست این عذر دارد این هیچ گناهکار نیست. حتی بعضی از این غلات مرجئه میگن که امیدواریم که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو میکند ثواب میگیرد به شرک اکبر کفر اکبرش کرده. ببینید اینها رد به الله و رسول دارند. از سخن ابن القیم ابن قدامه رحمه الله، فإنا نعلم قطعا، ما قطعا میدونیم که میگن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وضمهم على اصراره. البته چرا اونجا فقط یهود نصارا رو گفتن؟ برای اینکه جهل رو وقتی که مطلقاً عذر میدونند، اینها یهود و نصارا هم یعنی جاهل هاش رو عذر دادن و من باب اولا جاهز بعد از یهود و نصارا بعد همه مسلمان هایی که به شرک و کفری ظاهر واقع شده بود عذر داده بود. ببینید در اینجا کسی که جهل رو مطلقاً عذر گفته، شیخ مجید خان سندی میگه که وقد بین العلماء ردة الجاحظ و زندقته، همانو که و زندقته، همانو که علما بیان کردند ردة جاحظ و زندقش. یکی از علمای سلف ابن قتیبه رحمه الله رو میارن که وفات کردن 276 هجری است، فی کلام عن الجاهز و يعمل كتاب يذكر فيه هجج النصارى على المسلمين فإذا صار إلى الرد، يعني در اینجا انما اراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين. ببینید سخن جاهز به مسلمانان تعلق داشت و تجده يقصد في كتب للمضحكيات والبعث يريد بذلك استعمال. بالاخره سلف این امت جاهز را تکفیر کرده بودند. وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم للباطل. يعني جاهز یک آدم دروغگو و حدیث گزارنده و نصرت دهنده باطل بود. از این فهمیده می شود که بدعت جهل کی به وجود آمد؟ بدعت جهل در زمان جاهز به وجود آمد. ولم تظهر بدعة الجاحظ في عدم تكفير من فعل الشرك الأكبر، في عدم الشرك الأكبر والاعتذار له بالجهل قبل عصر ابن تیمیه رحمه الله. بعد از وفات کردن جاهز، بعد از تکفیر شدن جاهز، این بدعت یک بار پوشیده شد، دیگر کشوده نشد مگرم در زمان ابن تیمیه در عصر 8، یعنی بعد از تقریبا 500 سال باز دوباره این بدعت به وجود آمد و از اشعری ها، ماتریدی ها، صوفی های قبوری گفتن که هر کسی که قبر رو میپرستد این جاهل است، عذر دارد و غیره. با شروع شد و ذلك لأن
كل من ادعى عذر بالجهل في الشرك الأكبر فإن أقدم ما يستدل به من الأقوال من كلام ابن تيمیه رحمه الله. بله، هر کسی که میخواد که حجت بیارد در مسئله جهل و عذر بودنش فقط به ابن تیمیه میرود و از کلام‌های شبهات ابن تیمیه میارد. پس حالا فهمیدید که کسایی که عذری هستند امامشون از سلف کی است؟ جاحظ است. از همین جهت علما گفتند که عذری ها رو شما جاحظی بگویید، جاحظی. و بعد از این در زمان ابن تیمیه به وجود آمد و بعد از این که ابن تیمیه رد زدند دوباره در زمان محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به وجود آمد و در زمان نبیره‌هاشون، در زمان محمد ابن عبدالوهاب و نبیره‌هاشون کتاب‌های زیاد در این باره نوشته شد. یکی از کسایی که جهل رو عذر می‌دانست این داود ابن جرجیس العراقی بود، صوفی، یکی از صوفی ها که به قسیم آمد و در قسیم یک شاگرد برآورد، عثمان ابن منصور و بین نبیره های شیخ محمد ابن عبدالوهاب و اینها بحث و مناظره شد و یک چند کتاب های نوشته شد. البته شیخ عبدالرحمن ابن حسن کتاب های زیاد را نوشتن. یک از کتابشون الادله والبراهین علی عدم العذر بالجهل فی اصول الدین، دلیل ها و برهان ها که جهل در مسئله اصول دین عذر نیست، ما در روز آینده به شما بیان می‌دیم. یا که تحقیق مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه فی مسئلتي العذر بالجهل و تکفیر المعین کتاب نوشتن در تحقیق مذهب شیخ الاسلام تیمیه. زیرا که همین داود ابن جرجیس هم مثل امروزه مرجئه ها شیخ الاسلام را متهم میکرد که جهل را عذر میدارند. از همین جهت نبیره های محمد ابن عبدالوهاب به آنها رد دادند که شیخ الاسلام ابن تیمیه مشرک را مشرک میگوید و این چنین کتاب های دیگری زیاد نوشته شد. بارک الله فیکم که بمانند قول الفصل النفيس في الرد داود بن جرجيس، منهاج التأسيس والتقديس في الرد داود بن جرجيس، كشف الشبهات داود بن جرجيس، عبد الرحمن بن حسن، شيخ سليمان السحمان، عبد اللطيف بن عبد الرحمن، 4-5 کتاب در این موضوع هست. ببینید گویا که امروزه مرجئه های عذری رو اونها دارند رد میزنند. بارک الله فیکم. پس شیخ میگوید در این کتابش که والخلاصه ان القول بوجود الخلاف في بدعه العذر بالجهل في الشرك الاكبر قول محدث منشأه التوهم والظن والفهم الخاطئ لم يظهر الا في هذا الزمن. اما الازمنه السابقه فلا خلاف بين العلماء أنه لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر، فمن وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركا بمجرد الفعل والوقوع ولو كان جاهلا أو مقلدا أو متأولا أو مخطئا. با همین سخن رو اختصار میکنیم. خلاصه قول همین است که هر قولی که امروز وجود دارد، هر کسی که میگوید که خلاف در بدعت عذر بالجهل هست، در شرک اکبر خلاف است، یا که میگه که عذر بالجهل این وجود دارد در شرک اکبر، این سخنش سخنی بدعتی نو پیدا شده است، از توهمات، از گمان، از فهم خاطئ و غلط به مذهبی باطل رفته است و این سخن در همین زمان به وجود آشکارا به وجود آمده از سبب طاغوت پرستی یا که از سبب این حاکمان طاغوتی که امروز میخوان مردم رو مجبور بکنن که اونها رو مسلمان بگیرن. و در زمان سابق میگه در بین علما هیچ خلافی نبود که جهل در شرک اکبر عذر نیست، در شرک اکبر ظاهر، کفر اکبر ظاهر عذر نیست. هر کسی که به شرک اکبر واقع شود این رو مشرک گفته میشه به مجرد فعل، به مجرد واقع شدن، اگرچه جاهل باشد یا مقلد باشد یا متأول باشد. بارک الله فیکم. و این کتاب دیگر که شیخ علی بن خضر نویسند، الرساله المتممه في مسألة العذر بالجهل، در اینجا ببینید فصل اول فی تاریخ هذه الشبهه ذکر میکنن که در زمان سلف اجماع بود که جهل عذر نیست در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر. شما نظر بکنید به این کتاب ها. بارک الله فیکم. اینجا یک سخن محمد بن عبدالوهاب را ذکر میکنیم در کتاب الدر السنیه مجله 8 صفحه 118 آمده است. لما ذكر مرتدين وفرقهم قال منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء
انهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتی فهو کافر. ببینید محمد ابن عبدالوهاب چی میگن؟ حالا فکر میکنم دیده ایست اینجا کتاب الدرر السنه فی العجة النجدیه مجله 8 صفحه 118 محمد ابن عبدالوهاب میگن که زمانی که مرتدها رو ذکر میکنن و فرقه های رو ذکر میکنن میگن که مرتدهای بودند که رسول الله را دروغ شماریدند و بازگشتند به بت پرستی، به شرک. و این چنین کسایی بودند، مرتدهای بودند که مسیلمه کذاب را چی کردند؟ تصدیق کردند. گمان کردند که در حقیقت، ببینید جاهل بودند، گمان کردند که در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اشرک، شریک قرار داده است مسیلمه را. برای چی؟ برای اینکه لان مسیلمه اقام شهود زور، برای اینکه مسیلمه در بین مردم به خودش آدم‌های معروف رو همچون شاهد گرفت. یک چند نفرهای یعنی معروف در بین قوم خستند و گفتند که ما شهادت میدیم که مسیلمه رو پیامبر صلی الله علیه و سلم شریک در نبوت قرار داد. مردم جاهل فصدقهم، تصدیقشون کردند. به خاطر اینکه در حقیقت روایت هست، چی هست؟ جهل هست. و مع هذا با وجود اینکه مردم جاهل بودند، شاهدهای دروغ آمده بود، بینها جاهل بودند، خوندن نوشتن نبود، خبر رسیدن نبود، از صحابه و علاج پرسیدن نبود که زمان اینجا منطقه از منطقه فرق میکرد، اینترنت ها وجود نداشت. اجمع العلماء، همه صحابگان اجماع کردند که آنها مرتد هستند، مسیلمه پیروانش مرتد هستند ولو جهلوا، اگرچه جاهل باشند. چقدر زن و مرد جاهل ها بودند. و حتی صحابگان گفتند که و من شک فی ردتی فهو کافر، هر کسی که شک کند در کافر بودن جاهل هایی که پیروی مسیلمه کذاب است او خودش کافر است. الله اکبر. انا این است جهل. از همین جد ابن القیم الجوزی گفتند، ببینید این کتاب، این سخن ابن القیم الجوزی در اینجا علی ابن خضر در کتاب قواعد و اصول فی مقلد و جهال ذکر میکنند. از کتاب طریق الهجرتین شما خوب دقت بدید، به کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 نظر بکنید. در طریق الهجرتین ابن القیم الجوزی در طبقه 17 میگوید که وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغ الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی در دوامش میگن یعنی کسایی که جاهل هستند اینها رو گفته میشه طبقه کفار و جهال. و این كانوا جهالا مقلدین، اگرچه اینها کافر باشند و مقلد باشند. در قاعده دوم میگه که ان هذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الاسلام او الكفر. یعنی کسی که مقلد است به شیخش، جاهل است، به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر شد، این مشرک است. و ابن القیم الجوزی در همون کتاب طریق الهجرتین میگن صفحه طبعه ها از هم دیگر فرق دارد. در بعضی از طبعه‌ای که در نزد ما موجود است 630 چند است و بعضیش 448 است، میگه که والاسلام هو توحید الله و عبادته وحده لا شریک له. اسلام این توحید الله است و عبادت یگانه الله است که شریک ندارد، و ایمان به الله است و به رسوله و به رسول الله است و اتباع فيما جاء به و پیروی نمودن به شریعت الله است. فمن لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم. هر کسی که همین اصل های اسلام را نآورد این مسلمان نیست. و ان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. اگر این انسان کافر معاند نباشد، یعنی همین توحید انجام ندهد، عبادت یگانه الله انجام ندهد، ایمان به الله و رسولش انجام ندهد، توحید جاش به شرک آورد. اگر این علم کتی کرده باشد کافر معاند است. اگر به علمانه انجام داده از سبب جهل شرک را انجام داده باشد، این را ما کافر معاند نگویم هم چی میگفتیم؟ کافر جاهل. فإن لم يكن وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. این کافر جاهل است. بله کافر جاهل است. چه خیلی که گفتیم کفر از دو چیز به وجود میاد. بگویم جهل از دو چیز به وجود میاد، یا از سبب افراط و تفرید. بارك الله فيك.
فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين. غاية قصد این طبقه همین است. طبقه 17 که ذکر میکنن در طریق الهجرتین همین است که میگن اینها کافرهای جاهل هستند، غیر معاندین. اینها معاند نیستند، دیده و دانسته کفر رو نکردن، اینها نفهمیده کفر رو کردن، اینها کافرهای جاهل هستند. و عدم عنادهم لا یخرجهم عن کونهم کفارا. عناد نکردنشون اینها رو از دایره کافرها بیرون نمیکنند. فان الکافر، و در دوامش ذکر من جحد توحید الله و کذب رسوله اما عنادا او جهلا. کافر همون کسی است که توحید الله را انکار کند و دروغ شمارد رسولش را، یا از بودن علم یا از نبودن علم. یعنی بعضی ها از سبب علم الله را دروغ می شمارند و بعضی ها از سبب جهل و بعضی ها از سبب تقلید لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. پس اینها چی هستند؟ مشرک هستند. بارک الله فیکم. من فکر میکنم سخنها زیاد است. شیخ صاحب ان شاء الله کفایت میکنم اینقدر. ان شاء الله درس ان شاء الله اختتام بتین، دوستا سوالاتی می داشته باشن ان شاء الله به سوالاتشون بپردازیم. جزاك الله خيرا، احسن الجزاء الشيخ الفاضل ابو محمد المدني. الله سبحانه و تعالی شما را اجری عظیم و اجری بی پایان نصیب بگرداند. الحمدلله لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی هست که الله عزوجل برای من و شما توفیق عطا کرد که امروز در خدمت برادران قرار داریم.